بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز با هم درباره معرکه جمل و یا بزرگترین فتنه‌ای که بین صحابگان شده گذشته بود و متاسفانه حضرت عایشه هم در این جنگ اشتراک کرده بودند صحبت میکنیم. پیش از همه سبب اساسی برگزار شدن این جنگ و این خونریزی بین صحابگان این کشته شدن حضرت عثمان ابن عفان سیومین خلیفه راشد می باشد. با سرداری عبدالله ابن سبای یهودی و البته با خوارج ها که در همه عصر هستند و همیشه از پی نابود کردن مسلمان ها هستند، 600 نفر از مصر، 600 نفر از بصره، 600 نفر از کوفه و اینچنین از داخل مدینه یک چند منافقان و یهودان و اینچنین خوارج جمع می شوند تا اینکه حضرت عثمان را بکشند. و آنها طلب داشتند که حضرت عثمان از خلافت خود را بیرون کنند، ولیکن با این طلب خود هم کفایه نکرده حوالی 49 روز خانه حضرت عثمان را از همه طرف محاصره کرده میگیرند و حتی آب و خوراک را به خانه حضرت عثمان داخل کردن نمیمانند و حتی حضرت عثمان را به نماز جماعت برای شریک شدنشان پیش راهشان را میگیرند. و عجیبش این است که آنقدر عدد این خوارج و دشمنان اسلام زیاد بود که حتی صحابگانی که در داخل مدینه بودند زورشان نمی رسید با اینها مقاومت کنند. از طرف دیگر خود حضرت عثمان هم می گویند که من می دانم که شهید می میرم و نمی خواهم کسی از شما از یاران پیامبر و خاطر من برای دفاع از من در اینجا کشته شوید. و بیچاره حضرت عثمان را با آنکه بعض صحابگان و فرزندان صحابگان مانند حضرت حسن و حسین و یا اینکه عبدالله ابن زبیر در خانه اشان آمده حمایه میکنند، ولی خود حضرت عثمان آنها را میگویند شما به خانه هایتان بروید و من به شما اجازه نمیدهم که در خانه من بمانید. و اینجا وقتی اینها از خانه می روند بیچاره حضرت عثمان را یک چند نفر به داخل خانه در آمده آنقدر با شمشیر تمام بدنهایشان را پاره می کنند که کل لباسشان پر از خون می شود و وقتی همسرشان نائله می خواهد از عثمان دفاع کند حتی 4 انگشت نائله را هم با شمشیر می برند. سپس نائله همسر حضرت عثمان پیراهن پر از خون عثمان و آن 4 انگشت بریده شده خود را به دست ابو موسی اشعری می دهند و می گویند این را به دست معاویه رضی الله عنه که در آن وقت در شام خلیفه بودند برده بده. و سبب فرستادن لباس خونین عثمان و انگشت های نائله به عثمان این بود که حضرت عثمان با معاویه قرابت و یا خویش و تباری نزدیک داشتند. سپس بعد از کشته شدن حضرت عثمان بعد از 2-3 روزش دیگر مردم به خانه حضرت علی می آیند و می گویند ما می خواهیم با تو بیعت کنیم برای آنکه حتما در این امت باید خلیفه وجود داشته باشد. حضرت علی می گویند من از اینکه خلیفه شوم دوست می دارم که وزیر بمانم. برای همین اگر نفر را از من بهتر می دانید آن را به خلیفگی بگیرید. من از پی خلیفه شدن نیستم، ولی مردم همه ما راضی هستیم گویان البته با سرداری طلحه و زبیر آمده با حضرت علی بیعت می کنند. سپس طلحه و زبیر این 2 نفر از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و 10 مبشرین بالجنه با اجازه حضرت علی می گویند ما به مکه برای عمره می رویم. و در همین وقت حضرت عایشه هم همراه بقیه همسران پیامبر در مکه بودند، زیرا وقتی که در مدینه شور و غوغا و فتنه زیاد شده بود و خوارج و دشمنان اسلام مدینه را از همه طرف احاطه کرده اطراف خانه عثمان را محاصره کرده بودند، حضرت عایشه همراه حفصه و بقیه امهات المؤمنین به مکه برای ادای حج و عمره آمده بودند. همین طور
با حضرت علی مردم بیعت میکنند به جز حضرت معاویه که میگویند اول باید قصاص عثمان گرفته شود و تا زمانی که علی قصاص عثمان را نمیگیرد از آن خوارج ها من با او بیعت نمیکنم. ولی حضرت علی میگویند تعداد خوارج خیلی زیاد است، آن هم 600 نفر از مصر، از بصره، از مدینه و الان باشد خیلی اموری که ما داریم و یا احوالی مسلمان ها هم در داخل و هم در خارج از مدینه خیلی متشنج می باشد و من اول این کارهایم را همش را به سامان می رسانم، سپس یکتا تمامی نفرانی که عثمان را کشتند و یا قاتلان عثمان را پیدا می کنم و از آنها قصاصم را می گیرم. و اما الان باشد یک و یک بار پس از آن که خلیفه شدم نمی توانم قصاص بگیرم، برای آن که نفرانی که عثمان را کشتن یک نفر نه خیلی زیاد است و آن خیلی زیاد نفر را اگر ما قصاص کنیم از پشت آنها و یا از دفاع برای دفاع از آنها نفرانی زیادی دیگر هم خواهند خست و همین طور خیلی فتنه بزرگ بین مسلمان ها به پا می آورد. و در این وقتی که حضرت عایشه در مکه بودند و طلحه و زبیر هم به مکه رفتند، اینها با هم جمع می شوند و می گویند اینها یعنی خوارج و دشمنان اسلام چگونه جرأت کردند در مدینه پیامبر خلیفه پیامبر را در داخل خانه اش بکشند و آن هم این گونه با محاصره تقریبا 2 ماهه و ما قصاص را نگیریم. بیایید اگر علی قصاص آنها را الان به تأخیر میگذارد ما قصاصش را بگیریم تا اینکه این دشمنان اسلام دیگر جرأت نکنند نه به مدینه حمله کنند نه به یکی از خلفای راشد پیامبر. و اینجا ببینید که هم حضرت عایشه هم طلحه و هم زبیر اینها هیچ نیتی بده و یا هیچ مقصدی برای نابود کردن حضرت علی ببخشید و یا مقاومت و یا خلاف کردن و اختلاف پیدا کردن با حضرت علی را نداشتند. مقصد اساسی اینها قصاص گرفتن از قاتلان عثمان بود تا اینکه دیگر کسی جرأت نکند در داخل مدینه و یا در هر کجایی که هم باشد به خلیفه رسول الله این گونه سوی قصد کند و او را نابود کند. ولی اینجا مشکلی در آن بود که حضرت علی هم این رو میخواستند ولی گفتند الان وقتش نیست و ما باید کمی صبر کنیم تا اینکه بدانیم که این امر از کجا شروع می شود و نفرانی که سببگار اساسی کشته شدن عثمان هستند کی ها می باشند، برای آنکه در این فتنه بزرگ یک نفر نه از 1000 تا 2000 نفر دیگر آمیخته شده بودند. به هر حال حضرت علی در مدینه بودند و در شام حضرت معاویه راضی نمی شوند که با حضرت علی بیعت کنند. در مکه باشد حضرت عایشه همراه دیگر صحابگان میگویند از کجا شروع کنیم برای قصاص عثمان را گرفتن و میگویند بیایید به بصره می رویم. بصره یکی از شهرهای عراق می باشد، برای آنکه 600 نفر از همان بصره به مدینه آمده در کشته شدن عثمان شریک بودند و میگویند به بصره می رویم، در آنجا از آن 600 نفر قصاصمون رو میگیریم، یعنی قصاص عثمان رو میگیریم، سپس لشکر خود را باز قوی تر میکنیم و به مصر میرویم و در مصر هم همون 600 نفری که جرأت کرده آمده بودند آنها رو هم نابود میکنیم و تقریبا تعداد 3000 نفر لشکر همراه حضرت عایشه و حضرت زبیر ابن عوام و طلحه ابن عبیدالله شریک میشوند و راه سپار میشوند از مکه به سوی بصره و در همین حالت حفصه دختر
عمر خطاب هم که امهات المؤمنین هستند میگویند من هم همراهی حضرت عایشه میروم، ولی برادرشون عبدالله ابن عمر میگوید تو به هیچ جا نمیروی، تو به مدینه برمیگردی. سپس حفصه و دیگر همسران پیامبر با حضرت عایشه وداع میگویند، خیر و خوش میکنند و آنها به مدینه میروند. حضرت عایشه باشد همراه طلحه و زبیر رضی الله عنهم اجمعین به سوی مکه به سوی بصره راه را پیش میگیرند. و عجیبش این است که وقتی در راه به سوی بصره بودند، در یک مکان کمی استراحت میکنند که در آنجا سگها خیلی حکاس میزند و در این وقت حضرت عایشه وقتی صدای سگها را میشنوند میگویند اینجا کجا هست؟ ما در کجا هستیم؟ میگویند ما در یک مکانی هستیم که نامش حوعب است و در این حوعب الان سگها دارن حکاس میکنند. انا در همین جا حضرت عایشه میگویند نه، من به عقب بر میگردم. من راه را دوام نمیدهم. من از گپ خود گشتم. وقتی میپرسند که چرا یک و یک باره شما سخنتان را عوض کردید و یا نقشه‌تان را، میگویند من به گوشم شنیده بودم که پیامبر گفتند لیت شعری ایتکن صاحبة الجمل الادبب تخرج فینبهها کلاب الهوعب یقتل عن یمینها و عن یسارها قتل کثیر ثم تنجو بعدما کادت. حضرت عایشه میگویند من به گوشهایم شنیده بودم که پیامبر باره به ما به همسرانش نگاه کرد و گفت کاش من میدانستم کدام از شما صاحب شتور ادبب هستید که یک روزی می شود که خارج می شود و به او سگهای از حوعب حکاس می زنند. از طرف راستش و از طرف چپش نفرانی زیاد کشته می شوند و این خودی همین نفر شما هم، هر کسی که از شما هست نزدیک است که بمیرد ولی که نجات می شود. یعنی حضرت عایشه این حدیث را به خاطر می آورند و می گویند من باید برگردم، برای اون که پیامبر خبر داده بودند که یک نفر از همسرانشان به راه می براید و کشتار زیاد می شود و خودش هم نزدیک می شود که بمیرد. ولی اطرافیان می گویند ام المؤمنین حضرت عایشه شما به عقب بر نگردید، مقصد شما اصلاح کردن بین مردم است، شما برای فتنه نبرآمدید و راه را دوام دهید. انا همین طور حضرت عایشه اگرچه در این وقت میخواستند برگردند ولی باز راه را دوام میدهند. در این وقتی به بصره نزدیک میشوند، عثمان ابن حنیف والی بصره بود و طلحه همراه زبیر همراه حضرت عایشه همگی با لشکران عثمان ابن حنیف با یک فتنه که برمیخیزد در جنگ میشوند و همدیگر را میکشند. سپس عثمان ابن حنیف گریخته به نزد حضرت علی به مدینه می آید. تا این وقت هنوز حضرت علی با خبر نبودند که طلحه و زبیر همراه حضرت عایشه راه سپار هستند به بصره، آن هم برای گرفتن قصاص از نفرانی که حضرت عثمان را کشته است. طلحه و زبیر و حضرت عایشه به داخل بصره داخل می شوند و البته عثمان ابن حنیف والی بصره گریخته به نزد حضرت علی می رود و تقریبا 599 نفر از نفرانی که در کشته شدن حضرت عثمان دست داشتند پیدا می کنند و آنها را به قتل می رسانند. اینجا طلحه و زبیر 599 نفر را به قتل می رسانند که شمایان در کشته شدن حضرت عثمان شریک هستید. یگانه هرقس ابن زهیر یک نفر را میخواهند او هم 600 نفر بود بکشند، ولی او گریخته به نزد قبیله اش می رود و قبیله هرقس 6000 نفر برای دفاع این نفر از جایشان برمیخیزند و میگویند اگر او را کشتنی شدید ما 6000 نفر شما را خواهیم کشت.
ана барои ҳамин 599 нафарро куштанд ва нафарони зиёд бар зидди Талҳа ва Зубайр ва ҳазрати Оиша дар худи Басра ҳуҷум мекунанд, ки чӣ гуна шумо омадед ва шояд далел ҳам надоред ва он қадар баён нест ки киҳо дар хуни ҳазрати Усмон шарик ҳастанд, ин ҳама нафарро ба қатл расонидед. ва ҳатто аз пайвандони Ибни Заҳир ҳам мегӯянд мо ҳаргиз ӯро ба шумо намедиҳем ва мо бо шумо ҷанг мекунем. ва Талҳа ва Зубайр дигар ин як нафарро кушта наметавонанд, барои он ки қабилаи бузург бар зидди инҳо мехезад. дар ин вақт Усмон ибни Ҳунайф ки волии Басра буд, ба назди ҳазрати Алӣ омада мегӯянд: амиралмӯминин, бохабар шав аз Басра, бубин ки дар он ҷо чӣ мегузарад. Талҳа, Зубайр, ҳазрати Оиша инҳо омаданд, он ҳам бо аскари зиёд, ва дар он ҷо хунрезӣ шуд ва байтулмоли моро кушода байни ҳам тақсим карданд ва дар он ҷо ҳеҷ қудрати ман намонд ва бубин ки ман ба чӣ аҳволе омадам. Сипас ҳазрати Алӣ мегӯянд ки ман бояд ба Басра равам ва ин фитнаро хомӯш кунам ва набояд дар ин ҷо бимонам. агарчи ҳазрати Алӣ дар ин вақт худашон ба Шом рафтанӣ буданд, то ин ки ҳазрати Муовия ва дигар нафароне ки дар Шом ҳастанд ва интизори қассос гирифтан аз Усмонро ҳастанду ба ҳазрати Алӣ байъат намекунанд, онҳоро ба як муколама оварда ҳамроҳи онҳо байъат кунанд. вале вақте Усмон ибни Ҳунайф давида ба назди ҳазрати Алӣ омада ин шикоятҳоро мекунад, ҳазрати Алӣ мегӯянд: на, ман бояд баргардам ба сӯи Басра ва дар ин ҷо ин фитнаҳое ки шуда истодааст хомӯш кунам. ҳамин тавр ҳазрати Алӣ тақрибан бо 900 нафар фақат аз Мадина роҳсипор мешаванд ба сӯи Басра ва хеле зиёде аз саҳобагон мегӯянд: мо дар ин ҷанг иштирок намекунем ва мо намехоҳем байни фитнае ки байни саҳобаҳо шуда истодааст шарик шавем. валекин баъзе аз нафароне ки ба ҳазрати Алӣ байъат карда буданду розӣ буданд, мегӯянд: мо ҳамроҳи шумо меравем ва бояд ин фитна хомӯш карда шавад. аз ҷумла Аммор ибни Ёсир, ки дар ин ҷангҳо дар назди ҳазрати Алӣ буданд ва ба мардум дар Саҳиҳи Бухорӣ ҳам ҳаст, васият карда дар худи Шом дар минбар баромада мегӯянд: ҳазрати Оиша модари муъминин аст, ҳамсари паёнбар дар дунёву дар охират ҳаст, валекин алон Аллоҳ шуморо ба як имтиҳон гирифтор кардааст, то бубинад ки шумо Аллоҳро итоат мекунед ва ё ҳазрати Оишаро. барои ҳамин итоат аз амирулмуъминин, аз Алӣ карда бошед ва набояд бар зидди Алӣ ва ё гуфтаҳои Алӣ биҷангед. ҳамин тавр ҳазрати Алӣ ҳамроҳи 900 нафар аз Мадина берун мешаванд. аввал ба Куфа, шаҳре ки наздикии Басра ҳаст, омада бо аҳли Куфа суҳбат мекунанд ва аз аҳли Куфа хеле нафарони зиёд ба ҳазрати Алӣ пайваст мешаванд ва ҳамроҳи ҳазрати Алӣ ба сӯи Басра ҳамагӣ равона мешаванд. вале наздик ба Басра вақте мешаванд, ки дар Басра албатта умулмуъминин ҳазрати Оиша, Талҳа, Зубайр ва бақияи нафароне ки ҳамроҳи инҳо буданд, вақте ба ин ҷо наздик мешаванд, ҳазрати Алӣ Қаъқа ибни Амр, яке аз саҳобии ҷалил, ки ҳам дар гуфтор ва ҳам дар ҷиҳоду дар набард хеле аз мардони шуҷоатманд буданд ва хеле забони тезу бурӯ ҳам доштанд, мегӯянд: Қаъқа, ту бирав ба назди Оиша ва ту бирав ба назди Талҳа ва Зубайр ва аз онҳо бипурс ки онҳо чӣ мехоҳанд ва ба хостаҳои онҳо нигоҳ карда бе куштору бе хунрезӣ ин фитнаро хомӯш кунем. сипас Қаъқа ибни Амр аввал шуда ба назди ҳазрати Оиша меоянд, сипас мегӯянд: ё умма, модари ман, ки ҳамсарони паёнбар модари муъминон ҳастанд, ту чӣ мехоҳӣ? чаро ин ҷо омадӣ? ҳазрати Оиша мегӯянд: ай бунай, фарзандам, ал-ислаҳу байнаннас, ман байни мардум ислоҳ карданро мехоҳам. сипас Қаъқа мегӯянд: Талҳа ва Зубайрро ҳам ин ҷо ҷеғ занед, то бубинам онҳо чӣ мегӯянд. вақте Талҳа ва Зубайр меоянд, дар ин вақт Қаъқа мегӯянд: шумоён чӣ мехоҳед? оё шумоён ҳам ҳамон ислоҳе ки модарамон Оиша мехоҳад, онро мехоҳед? Талҳа ва Зубайр мегӯянд: оре, мо мехоҳем
از نفرانی که عثمان را کشتند قصاص گیریم تا اینکه حکم قرآن کریم انجام یابد و اگر قصاص او را نگیریم دیگر هیچ یک قاتل از کشتن آن هم از کشتن خلیفه نترسیده و نهراسیده به این عمل دست زدن میگیرد. ولی قاقا میگویند علی هم این را میخواهد. علی هم قصاص گرفتن از قاتلان عثمان را میخواهد، ولی نه الان، برای آنکه الان امور این امت خیلی در اختلاف است. عده در شام با حضرت علی یا با علی بیعت نکردند، از اطراف باشد دشمنان دارند و این امت هجوم میکنن. بیایید به گفته حضرت علی یک بار گوش دهید. علی هم میخواهد آنها را بکشد، ولی نه الان، بلکه بعد از آنکه امورش و یا اینکه خلافتش کمی مستقر باشد. مگر خودتان به چشمانتان ندیدید شما 599 نفر را کشتید، بر ضد اینها هزارها هزار نفر بر علیه شما در خود بصره جنگ اعلان کردند. فقط یک نفر، آن هم هرقوس ابن زهیر، وقتی او را کشتنی شدید 6000 نفر از حمایت از او برخیست و همراه شما جنگ اعلان کرد. شما ببینید که برای یک نفر 6000 نفر آماده هست با شما بجنگد. وقتی علی این نفرانی که تا 2000 نفر هستند میکشد و از آنها قصاص میگیرد، پس شما گمان نمی کنید که چند هزار نفر بر علیه حضرت علی برمیخیزد و چه فتنه بزرگ در اینجا برپا می شود. برای همین علی می خواهد کمی امور آرام شود، سپس یک تا نفرانی که در کشتن عثمان دست داشتند و سبب اساسی هستند آنها را نابود کند. وقتی این را حضرت عایشه می شنوند، طلحه و زبیر می شنوند، می گویند پس ما هم برای همین آمدیم. پس ما هم همون چیزی که علی میخواهد آن را میخواهیم. پس برو و به علی بگو که ما با او بیعت کردیم، راضی هستیم و ما جنگ نمیخواهیم، فردا همه برمیگردیم. قعقاع این بشارت را دویده آمده به حضرت علی میگویند. حضرت علی خیلی خوشحال میشوند و میگویند فردا من هم راه سپار هستم. شکر پروردگار یکتا که این فتنه یا این جنگ و خونریزی به عمل نرسید و انجام نشد. ولی اینجا منافقین هستند. اینجا نفرانی هم بودند که در کشتن عثمان دست داشتند و تقریبا 2000 نفر با سرداری عبدالله ابن سبا. عبدالله ابن سبا وقتی میشنود که نه علی جنگ کردنی هست، نه حضرت عایشه و زبیر و طلحه، میگوید پس اگر اینها با هم دیگر صلح کنند و خلافت علی قوی شود، اولین کاری که میکند ما را میکشد. برای اونکه عبدالله ابن سبا دست داشت و سببگار یا گفتیم از سرداری قاتلان عثمان بود و عبدالله ابن سبا نقشه میکشد که باید اینها با هم جنگ کنند و 2000 نفر بین هم تقسیم میشوند. 1000 نفر دویده میروند به لشکرهای طلحه و زبیر، 1000 نفر دویده میروند به نزد لشکرهای حضرت علی و 1000 نفر به این گروه هجوم میکند، 1000 نفر به آن گروه. نفرانی که در نزد طلحه و زبیر هستند وقتی به آنها نصفه شب هجوم می شود می گویند این کوفه یا اینکه این لشکران علی هست که به ما هجوم کردند. و نفرانی که در نزد حضرت علی بودند وقتی به آنها هجوم می شود اینها هم می گویند که اینها از لشکران بصره و یا طلحه و زبیر هستند. همین طور جنگ بزرگ و آن خونریزی برپا می خیزد که از هر دو طرف همه مسلمان همدیگر را می کشند و سبب اساسی همین ملعون عبدالله ابن سبا هست. انا در این وقت می بینید که دو طرف همدیگر را گناهگار می دانند و دو طرف به همدیگر دارند حمله می کنند. در این وقت حضرت عایشه در داخل شهر بودند، البته بیرون از این جنگ ها.
کعب ابن سوار که یکی از علما و صحابی مشهور است، دویده رفته به حضرت عایشه میگوید: ام المؤمنین، حضرت عایشه، این قوم را درک کن، یا ببخشید این قوم را درک کن، ببین که اینها همدیگر را دارند نابود میکنند. در این وقت حضرت عایشه را بالای شتر در داخل حوض یا همان خانچه‌ای که بالای شتر میمانند میگذارند و حضرت عایشه را به داخل میدان جنگ می آورند تا اینکه حضرت عایشه آنها را خاموش کنانند. ولی صدای حضرت عایشه یک زن است از داخل آن خانچه بالای شتر بوده که حودج میگویند خیلی پس میبراید. هرچی میگویند که بس کنید، جنگ را بس کنید، کسی این را نمیشنود. و کعب ابن سوار که در نزد حضرت عایشه بودند، قرآن کریم را بالا میکنند و میگویند با این کتاب الله حکم کنید. بیایید به قرآن کریم برگردیم. در این وقت از نفرانی که این جنگ را میخواست یا از پیوندان عبدالله ابن سبعی، منافق، خوارج، یهودی، دشمن اسلام، و کعب ابن سوار تیر می اندازد و در همون جا کعب شهید می شوند و می خواهند حضرت عایشه را هم کشند. نفرانی که می خواهند حضرت عایشه را نابود کنند از پیوندان حضرت علی یا از لشکران حضرت علی نه، همون 2000 منافقین و یا دشمنان اسلام و خوارجی که در داخل جنگ بودند. در کتاب تاریخ طبری اینچنین در بدایت و نهایه هم آوردگی هستند ابن کثیر که میگویند آنقدر حوض و یا همان خانچه بالای شتوری عایشه را تیرباران کرده بودند که به مثل خارپشت شده بود، خارپشتی که همه جایش خارها خلیده شده اند. در این وقت حضرت علی میبینند که دارن حمله میکنند به حضرت عایشه. 70 نفر را از جمله فرزند خود حسن و حسین و این چونین محمد ابن ابوبکر برادر حضرت عایشه را میگویند همراه این 70 نفر به نزد شتور عایشه بروید و شتور را پایهایش را بشکنید یا پایهایش را با شمشیر بزنید. وقتی شتور به زمین می افتد مردم گمان میکنند که این جنگ خوابیده شد و علی غالب شد و مردم کشتار را بس میکنند. در این وقت 70 نفر دویده به نزد شتور حضرت عایشه می آیند و شتور را در بعض روایت ها می کشند، در بعض روایت ها پایهایش را می شکنند تا اینکه خانچه حضرت عایشه هم به زمین دیگر می افتد و مردم بس می کنند. با همین در همین وقت حضرت علی به حسن و حسین و به برادری حضرت عایشه محمد ابن ابوبکر میگویند حضرت عایشه را به یک خانه‌ای که خیلی امن و امانی هست به یک جای تنج ببرید. و عجیبش در این است که در داخل همین جنگ طلحه و زبیر شهید می شوند. زبیر ابن عوام خودشان عمه بچه حضرت علی می باشند. و در اینجا حدیث در سلسله صحیح البانی هم هست. بار پیامبر صلی الله علیه و سلم به زبیر میگویند که زبیر آیا علی را دوست می‌داری؟ زبیر میگویند آره پیامبر الله دوستش می‌دارم. بعد پیامبر میگویند روزی میرسد که تو با علی میجنگی در حالی که تو ظالم هستی، یعنی تو خطاکار هستی. در داخل جنگ حضرت علی زبیر را میبینند و به نزدشان رفته میگویند زبیر پسر عمه‌ام، مگر در خاطر نداری حدیث پیامبر را که گفته بودند روزی میرسد که تو بر ضد علی میجنگی در حالی که ظالم هستی. زبیر این را شنویده میگویند اگر در خاطرم این حدیث بود من الان نمی جنگیدم. سپس از جنگ برآمده خود را کناره میگیرند و از میدان جنگ خارج میشوند تا اینکه یکی از بدبختان که در لشکر حضرت علی بود اما خود دشمنی با اسلام داشت از پیشان می رود و زبیر را در نصفه راه میگیرد و سرشان را از تنشان جدا می کند و به نزد حضرت علی می آورد که من او را کشتم. حضرت علی می گویند تو از اصحاب جهنم هستی یا اینکه تو داخل جهنم می شوی. من با گوشم شنیده بودم که پیامبر گفته بودند که هر کسی که زبیر را می کشد او از نفران اهل نار می باشد. و در همین جنگ طلحه هم کشته می شوند با تیری که از دور آمده می زند. و در آخر جنگ حضرت علی وقتی که لشکرشان پیروز می شود به نزد
طلحه رفته چهره های خونالودی طلحه را با دستانشان مس میکنند و میگویند برایت فدا شوم طلحه، کاش من تو را در این حالت نمیدیدم، کاش من 20 سال پیش و یا سالها پیش میمردم، اما این خونریزی و این شهید شدن تو و این احوال تو را در زیر آسمان نمیدیدم. و با همین جنگ به پایان می رسد و آن هم حضرت علی پیروز می شوند و وقتی که پس از جنگ همه به همه جا می رود و همین جنگ به پایان می رسد و حضرت علی پیروز می شوند. سپس به نزد حضرت عایشه آمده می گویند فدایت شوم مادرم، حالت چی خیل است، تو چی حال داری؟ حضرت عایشه می گویند من به خیر و سلامت هستم، بدان که من برای اصلاح آمدم، من برای این جنگ و خونریزی نه آمده بودم. حضرت علی می گویند غفر الله لکی و لنا، پروردگار هم تو را ببخشد و هم مرا ببخشد. سپس حضرت علی 40 نفر مرد و 20 نفر زن را و این چونین برادری حضرت عایشه محمد ابن ابوبکر و 2 فرزند خود حسن و حسین را به حضرت عایشه شریک میکنند، آن هم شریک راه، و میگویند تا مدینه سالم و در امانت برده رسانید و خودشان کیلومترها را پای پیاده خیرگویان ویداگویان حضرت عایشه را گسیل میکنند و اموال زیادی را به حضرت عایشه هم میدهند. حضرت عایشه باشد تا وقت مرگ هر زمانی که به خاطرشان و حضرت عایشه باشد بعد از این معرکه و یا این خونریزی بزرگی که در بصره شده گذشته بود، آن هم بین صحابگان، همیشه با چشمانی پر از آب دیده و یا با اشکهای ریزان این جنگ را به خاطر می آوردند و می گفتند ای کاش من مرده بودم و در اون جنگ اشتراک نمی کردم و ای کاش من فراموش می شدم و اون جنگ را هرگز به خاطر نمی آوردم. و عبدالله ابن عباس هم در صحیح بخاری هست پیش از مرگشان یا در وقتهایی که مرگ حضرت عایشه نزدیک بود، وقتی میگویند اجازت هست بعد نزد شما داخل شوم، حضرت عایشه میگویند من طاقت تعریف دیگران را ندارم، من نمیخواهم کسی مرا مدح و ستایش کند، ای کاش من سالها پیش میمردم، یعنی به خاطر همون ندامتی که در این جنگ رفته بودند، ندامتی که به خاطر این جنگ همیشه و افسوسی که همیشه میخوردند. ولی عبدالله ابن عباس میگویند نه به خودت این گونه سخت نگیر، تو همسر پیامبر هستی، آن هم محبوبه پیامبر در دنیا و در آخرت، اما این فتنه که بود دیگر قدر الله و امرا کان مفعوله. عزیزان، هر وقتی که یک قصه رو میشنویم این قصه باید برای ما یک درس باشد. برای همین الله میگوید فقصص القصص لعلهم یتفکرون. پیامبر تو به صحابگانت به امتانت از قصه های تاریخ و گذشتگان را پیامبران را بگو تا اینکه آنها تفکر کنند، فکر کنند و این فکر آنها برای آنها کمک کند که در زندگی خطا نکنند. اینجا نیتی حضرت عایشه، نیتی حضرت طلحه و زبیر که مبشرین بالجنت هستند، هر سهشان نیتشان صاف و درست بود، اما عمل کردی آنها خطا بود که تمام مورخین میگویند این کاری که آنها کردند خطا بود. پس همیشه ما نمیتوانیم در بعضی کارها شتاب کنیم. عملهایی هست یا بعضی کارهایی هست که به خاطر مصلحت امت، به خاطر آنکه امتی ما مستقر باشد، فتنه زیاد نشود، کمی به تأخیر اندازیم. سخنهایی هست، گفته‌هایی هست که آنها را باید گفت، اما الان وقتی گفتنش نیست. آن هم در حالت امروزه مردم تاجیکستان که خیلی پراکنده و پریشان هستیم. برای همین این قصه ها برای ما درس باشد. زود قضاوت نکنیم، اول فکر کنیم که عملی که ما انجام میدهیم اگرچه نیتی صاف و درست داریم تا چه اندازه برای اسلام، برای امت فایده میرساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.